جور و سرقت مسلحانه طلا فروشی دستگیر شد. من رفتیم با چند نفر دیگه طلا فروشی زدیم، آمدیم طلا رو دادم به من، اومدم اینجا زدم بفروشم. صبح که من رفته بودم مغازه، یه مشتری اومد، من میخواستم برم مشتری رو جواب بدم، یهو دیدم از پشت منو گرفتن. از پشت منو گرفتن، 6 نفر وارد مغازه شدن، 6 نفر مسلح. منو گرفتند و بردن جلو. بعد من رو برگردوندم، نگاه کردم، نه بابا اینا نیرو نیستن، نیروی نظامی انتظامی نیستن، اینا دزدن. 4 نفرشون هر نفری مثلا 2 نفر یک گونی، اون 4 نفر 2 نفر یک گونی داشتن، هر نفرشون یک گونی داشتند و یکی جمعی کرد میریخت تو گونی. بعد این 2 نفر که مشغول من بودن، 2 نفر منو نگه داشته بودن جلو. من یه ذره مقاومت که کردم، اینا منو زدن، اول با مشت زدن منو، عینک داشتن، عینکامو شکستن. بعد با گلوله، معلومه دیگه، با گلوله، 3 تا گلوله، جای گلوله هنوز آثارش هستش، منو زدن، منو انداختند و تمام زندگی من، تمام طلایی که داشتم برداشتن رفتن. من و زاهدان که طلا رو بفروشیم دستگیرمون کردن، نقشه کشیدیم که بفروشیم. یکی به اسم برام زنگ زد که کسی است آشنای کسی بخرم. صبح ساعتای حدودا 9:30 بود که رفتیم تو طلا فروشی. خلاصه این طلا رو برداشتیم. ما داخل خونه نشسته بودیم، نیروی امنیتی آمدن، خواستیم فرار کنیم، رفتیم بالا، پشت بون دراز کشیدم و برادرم خودش رو از بالا انداخت پایین، شکست. اونجا دستگیر شدیم. در پی سرقت مسلحانه از یک باب مغازه طلا فروشی در شهرستان فنوش که منجر به مجروحیت عددی از همشهریان نیز گردیده بود، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان و همچنین شهرستان فنوش قرار گرفت که نهایتاً در یک عملیات منظم و منسجم تعداد 7 نفر از سارقین دستگیر و اموال مسروقه نیز کشف گردید. در همین زمینه نیز یک قبض سلاح وینچستر از سارقین کشف گردید و پرونده تشکیل و تحویل مقامات قضایی گردید. انتظار دارم از دستگاه قضایی که در مورد اینا اشد مجازات رو در نظر بگیرن تا جامعه بتونه به خوبی و آرامش زندگی بکنه. متشکرم از زحمات پلیس، خیلی ممنون، واقعا در فرصت کوتاهی تونست این جانی‌ها رو دستگیر کنه. دیگه این کار خلاف مثلا قتل باشه، دزدی باشه، اینا عاقبتی نداره، یعنی هر کاری که بکنی آخرش پشیمانی. به افرادی که چنین اعمال مجرمانه ای را مرتکب میشن هشدار میدهیم که پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در هر لحظه آماده برخورد سخت و قاطع با چنین افرادی میباشد. خب الحمدلله سارقین شما دستگیر شدن، اموال شما کسب شد، ما در خدمتتون هستیم. تشکر میکنم از پلیس آگاهی و جناب سرهنگ جنتی، واقعا زحمت کشیدن و منت سر ما گذاشتن و در کوتاه‌ترین زمان این مشکل